شوهرم منو. سلام دوستان، به کانال پادکست لند خوش اومدید. از اینکه زحمت سابسکرایب کردن و لایک کردن رو میکشید از شما ممنونم. سلام. من از بچگی رویای پولدار شدن داشتم. مثل خیلی از دخترای دیگه منتظر شاهزاده سوار بر اسب بودم. دیگه نمیدونستم که یه مرد با پیکان سفیدم نمیاد سمت من. آخه میدونید من نه قیافه آنچنانی داشتم که بخوام بگم یه آدم پولدار به خاطر قیافم میاد برام، نه اینکه خانواده آنچنانی داشتم. پدرم کارمند شهرداری بود، یعنی در واقع رفتگر بود. مامانم هم خونه دار بود. مامانم از وقتی که یادم میاد ما رو تو منگنه قرار میداد. همش داشت پول جمع میکرد. به خدا راست میگم. مامانم دلش میخواست که با حقوق کارگری پدرم به عرش اعلا برسه. دلش میخواست کلی پول جمع کنه و خونه و ماشین بخره. شاید این خصلت من که عاشق پول بودم و دوست داشتم شوهرم پولدار باشه از مامانم بهم رسیده بود. مامان من مثلا آدمی بود که خورشت گوجه درست میکرد و توش 2 تیکه گوش مینداخت. مثلا این غذا به اندازه 5 نفر آدم بود. حالا غذا رو که می آورد سر سفره همه به هم نگاه میکردن. مثلا بابام اگه یه مرغ می‌خرید می‌آورد این 2 تیکه رو مثلا برای نهار درست می‌کرد، هفته بعدش می‌خواست 2 تیکه دیگه‌شو درست کنه. به خدا راست میگم ما اینجوری زندگی می‌کردیم. این هیچی. ما هر وقت که مثلا می‌خواستیم بریم خرید انجام بدیم، خرید عید یا حالا خرید مدرسه، مامانم از دست فروش برای ما خرید می‌کرد. من هیچ وقت از مغازه‌دار خرید نمی‌کردم. همش هم تزش این بود که بهمون میگفت آره مغازه‌دارم همین وسایل دست فروش رو میفروشه، فقط چون که اون اجاره مغازه میده داره گرونتر ازمون میگیره. به خدا من آرزوم این بود که یه بار برم توی مغازه‌ای و مثل آدمای با کلاس برای خودم یه شال بخرم. اما مگه مامانم ما رو میبرد؟ خواهر برادرم اما مثل مامانم بودن. فقط من بودم که متفاوت بودم. اونا مثلا مثل مامانم جمع کن بودن. من عشق پول بودم ولی مثل مامانم جمع کن نبودم. من عاشق بریز و بپاش بودم. عاشق این بودم که به یه جایی برسم، ولی خب نشده بود. تا 19 سالگی منتظر همون شاهزاده سوار بر اسب سفید بودم ولی نداشتم. وقتی هم که دیدم خواستگار آنچنانی ندارم، از بین خواستگارایی که داشتم بابام بهترینش رو انتخاب کرد و من اونجا شوهرم داد. خواستگارم همسایه‌مون بود. تو لوازم یدکی سر کوچه‌مون شاگردی می‌کرد. اینا یه خانواده معمولی بودن در سطح خانواده ما. این آدمی که من باهاش ازدواج کردم وضعیت مالیش خیلی معمولی بود، اما هر چقدر که خودش وضعیت مالیش معمولی بود برادرش وضعیتش توپ بود. یعنی توپا هیچ چی تکونش نمیداد. واسه اینکه من با این پسر ازدواج کردم و با هم رفتیم زیر یه سقف. خانواده من که میدونید وضعیتشون چه جوری بود. مادرم انقدر خسیس بود که ما وقتی بچه بودیم برامون چیزی نمیخرید، چه برسه به اینکه بخواد الان جهیزیه آنچنانی برای خونه پسر مردم که دامادش باشه بخره. آخرش هم یه جهیزیه معمولی بهم داد. البته اینکه اون پسرم وضعیت مالیش اونقدر خوب نبود که بتونه یه خونه خوب اجاره کنه. یه خونه معمولی اجاره کرده، ما با هم رفتیم سر خونه زندگی خودمون، بی تاثیر نبود. دقیقاً اون زمان برادر شوهر منم تازه ازدواج کرده بود، ولی اون همه چیزش دقیقاً برعکس ما بود. چون وضعیت مالیش خیلی خوب بود، یه عروسی لاکچری برای زنش گرفته بود. جاریم لباس عروسشو داده بود، مزون براش دوخته بودن. از این لباس عروسای دنباله‌دار که تماما روش سنگکار شده، از این لباس عروسا خریده بود. پیش بهترین آرایشگر شهرمون رفته بود. من فقط یادم اون زمان موهاشو خدا تومن پول داده بود که رنگ و لایت کنه. البته خودش هم واقعا خوشگل بود. برادر شوهرم پول بود که به پاش میریخت. من اون زمان واقعا خیلی به جاریم حسودیم میشد. آخه ما تقریبا میشه گفت با هم ازدواج کردیم دیگه. حالا من یه چند ماهی زودتر از اون عروسی کرده بودم، ولی ببینید چقدر تفاوت بود. من یه لباس عروس ساده پوشیده بودم، اونم تنخور چندم. اون لباس عروسش اینجوری بود. واقعا آدم هرسش میگرفت از این قضیه. من واقعا دلم میخواد جای اون باشم، ولی حیف که نمیشد. شاید اگر زیبایی اونو داشتم این قضیه شدنی بود. میدونید جاری من هر وقت که مثلا خونه مادر شوهرم مهمونی میومد، هر دفعه یه لباس جدید تنش بود. مانتوهاش همه مانتوهای مارک بودن. حالا من چی؟ من تو خونه مامانم که بودم نمیتونستم برای خودم یه لباس خوب بخرم. وقتی هم که اومدم خونه شوهرم گفتم شوهر میکنم، حداقل لباسای خوب میپوشم. حالا بازم وضعیت شوهرم بدتر از پدر و مادرم بود که بهتر نبود. مگه من میتونستم هر هفته برای خودم مانتو بخرم؟ نهایتش ماهی یه بار، 2 ماه یه بار مثلا برای خودم یه چیزی میخریدم. یا مثلا جاریم هر دفعه یه مدل طلا دستش بود. حالا من چی؟ من فقط یه انگشتر طلا واسه عروسیم برام گرفته بود. نه سرویس عروسی داشتم نه چیز. البته سرویس عروسی داشتم، ولی سرویس عروسیم بدل بود، چون مادر شوهر پدر شوهرم که نداشتن. شوهرم باید برام میخرید که اونم که بدتر از اونا بود.
ولی برادر شوهر من رفته بود یه سرویس طلای بریلیانس برای زنش خریده بود. خب من همه اینا رو میدیدم. حالا شما اگه به جای من بودید خدایی بگید حسادت نمی‌کردید از اینکه هر دفعه میدید جاریتون به خودش میرسه تا برای تولدش مثلا برادر شوهرم همه ما رو جمع کرده بود خونه‌شون، فامیلای زنش هم دعوت کرده بود. وقتی تولد گنده برای زنش گرفته بود اونجا به زنش ماشین کادو داد. فکر کنید یه 206 سفید. خب شما اگه به جای من بودین بهش حسادت نمی‌کردین؟ میدونید قضیه از کجا بدتر شد؟ وقتی که شوهر من خودش هیچی نداشت، معتادم شده بود. میدونید من چجوری متوجه شدم؟ از اینکه هر دفعه از خونه ما یه چیزی کم میشد. مثلا یه دفعه میدیدی ظرفام کم میشه، یه دفعه میدیدی مثلا قاشق چنگالم کم میشه. خب من میدونستم وسایلم چیا هستن دیگه. وقتی چیزی کم میشد متوجه میشدم. یا شوهرم مثلا یه وقتی تو خونه الکی میخندید، یا مثلا یه وقتی تلویزیون روشن بود جلو تلویزیون نشسته چرت میرفت، کاری که قبلا انجام نمیداد که حالا مثلا من بگم مدلش بود. همه اینا باعث شد من بهش شک کنم. البته زیر چشاشم یه مدت بود که کبودم شده بود. به خاطر همین من به مادر شوهرم گفتم مامان من احساس میکنم که این معتاد شده. آخه مثلا قبلا این حالت‌ها رو نداشت الان داره. او نمیدونید اون روز مادر شوهرم داشت منو نابود میکرد که نه تو داری به بچه من تهمت میزنی، بچه من خسته است چون از سر کار میاد خب جلوی تلویزیون چرت میزنه، یا اگه وسایل خونت کم میشه حتما یادت نیست که مثلا چند دست قاشق چنگال داشتی. به من میگفت تو توهم زدی. میدونید نمیخواست قبول کنه. شاید اگه همون موقع جلوی شوهرمو میگرفتن یا متوجه میشدن که این اعتیاد داره کارش به جای باریک نمیکشید. شوهر من انقدر اعتیادش زیاد شده بود که وقتی پول موادشون نداشت میرفت خونه های این و اون دزدی میکرد، مخصوصا خونه های فامیلا. آبروی پدر شوهر مادر شوهرم که هیچ آبروی خودمونم همه جا رفته بود. وقت بود که پدر شوهر مادر شوهرم تازه به حرف من رسیده بودن که آره این دختر اگه اون روز میگفت پسرمون معتاده داشت راست میگفت، ما زیادی خوشبین بودیم. برادر شوهرم وقتی همچین چیزی رو فهمید انگار کسر شأنش شده بود. بالاخره طرف پولدار بود، تو اجتماع یه جایگاه دیگه‌ای داشت، براش کسر شأن بود که همه بگن آره مثلا برادر فلانی معتاده. به خاطر همین افتاد تو کار اینکه شوهر منو ترکش بده. یه بارم موفق شد که ترک بده، ولی شوهرم وقتی اومد بیرون دوباره با دوستاش گشت و اعتیاد پیدا کرد. برادر شوهرم این بار بهش گفت که من انقدر میبرمت کمپ و میارمت تا خودت ترک کنی. همین کارم کرد. یه 2-3 باری شوهرم برد و آورد. البته خداییش اگه بخوام بگم به منم میرسید. مثلا وقتایی که میدید شوهرم نیست برای خونه ما گوشت و مرغ و اینجور چیزا میخرید، اما اگه بخوام بگم بهم پول میداد نه. وقتی شوهرم نبود اینجوری کمک میکرد. شوهر من بالاخره بعد از 3 بار کمپ رفتن تصمیم گرفت ترک کنه و واقعا هم ترک کرد. ولی میدونید دیگه هر جایی میرفت برای کار کسی بهش کار نمیداد. کسی که با آدم سابقه دار دیگه کار نمیده. کار قبلش هم از دست داده بود به خاطر این قضیه، چون چند باری اونجایی که بود دزدی کرده بود و صاحب کارش هم فهمیده بود. حالا فکر کن اون زمان اجاره خونمونم مونده بود، وضعیت زندگیمون خودش رو هوا بود، حالا این کارم نداشت. برادر شوهرم که این وضعیت رو دید به شوهرم گفت بیا توی یکی از زمینای من کار کن. گفت ما برای اونجا دنبال سریدر میگردیم، تو که کاری نداری بیاین اونجا کار کن. یه آلونک کوچیک هم داشت تو اون زمینش، میگفت شما برید اونجا مثلا خونتون باشه سرایداری کنید، مواظب این باغ منم باشید، مثلا هرس آبیاری این کار رو انجام بدید. نمیدونید چقدر کسر شأنم بود. من خونه خودم حداقل یکم بزرگتر بود. اون خونه که برادر شوهرم تو اون باغ ساخته بود خونه که نبود، آلونک بود. یعنی فکر کنید من مجبور شدم و رفته بودم تو اون آلونک داشتم زندگی میکردم. شبیه این آدمای افغانی که از کشورشون میرن مثلا یه جای دور افتاده اینجوری زندگی میکنن. این بدبخت بیچاره زندگی من اینجوری شده بود. بعدتر این بود که جاری من با برادر شوهرم آخر هفته میومد تو باغ، مثلا میومدم به باغ سر بزنن و یکم میوه بچینم. حالا من میدیدم که جاری مثل خانوما از ماشین پیاده میشه و میره مثلا میوه بچینه. فکر کنید یه میوه چیدن به نظرتون سخته؟ این یه میوه رو از درخت نمیچید. به شوهرش میگفت که براش میوه بچینه. فکر کن انقدر به خودش زحمت نمیداد. حالا من چی؟ من باید پا به پای شوهرم اینجا به درخت آب میدادم، حتی درخت‌ها رو هرس کنم. همه اینا باعث شده بود که من خیلی حالم بچه، مخصوصا وقتی یه بار جاریم وقتی خونه مادر شوهرم جمع بودیم یه حرفی زد که قلبم شکست. من اونجا برگشتم گفتم که خیلی دلم میخواد پول جمع کنم و برای خودم حداقل یه دستبند ظریف بخرم. یهو جاریم برگشت بهم گفت که شما که 100 سال دیگه نمیتونید پول جمع کنید و برای خودت یه گرم طلا بخری. چه خوشخیالی. خدا شاهد عین همین جمله رو گفت. میدونید این حرفش باعث شد که من خیلی ناراحت شم. حالا درسته که شوهر من نداشت، ولی اینکه نباید این حرفو بهم میزد چون خودش دارنده بود. انگار همیشه از بالا به بقیه نگاه میکرد.
من انقدر این حرفش برام سنگین بود، با خودم گفتم تو که انقدر به خودت مینازی، من باید تو رو بکشونمت پایین. به خودم گفتم کاری میکنم که اشکت در بیاد. میدونید من کاری کردم که درست نبود، کاری کردم که نباید. الان بهتون میگم که چی شد. من میدونم این تصمیمی که گرفتم اشتباه بود، اما یهویی به ذهنم رسید. فقط میخواستم این غرور جاریمو بیارم پایین. میخواستم مثلا به برادر شوهرم پیام بدم به عنوان ناشناس، باهاش دوست شم، بعد این پیام و چت‌های خودمون رو برای جاریم بفرستم. من این خط داشتم به اسم خودم بود، اما خیلی وقت بود که ازش استفاده نمی‌کردم. کسی هم شماره این خطمو نداشت. من این خطو گرفتم و باهاش یه اکانت فیک تو اینستا نصب کردم و از این طریق به پیج برادر شوهرم پیام دادم و فالوش کردم. اول وقتی بهش پیام میدادم جواب نمیداد، ولی مشخص بود که شیطونه. میدونید چرا؟ چون من میگم اگه مثلا شما نخواهید شیطنت کنید یا مثلا کسی مزاحمتون بشه نخواهید کاری کنید، میذارید طرفو بلاک میکنید دیگه. اما این بلاک نکرده بود، ولی خب جواب نمیداد. انقدر که من بهش پیامم زیاد شده بود، دیدم آخرش این جواب داد و کم کم مثلا از همین طریق من باهاش دوست شدم و حرفامون به هم خیلی زیاد شده بود. من خب پیامایی که میخواستم جاریم ببینه رو به برادر شوهرم دادم. نمیدونید برادر شوهرم یه قربون صدقه هایی میرفت. من میترسم که این قضیه برام شر شه. آخه برادر شوهرم یه چند باری گیر داده بود و من به عنوان ناشناس شماره‌مو بهش دادم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که دیگه اکانتمو پاک کنم و خطمو خاموش کنم و پیاما رو به عنوان ناشناس فقط برای جاریم بفرستم که فقط غرورشو بیارم پایین، تا بهش بفهمونم تو که اینقدر به شوهرت مینازی، بیا شوهرت همچین آدمیه. ولی تو نگو برادر شوهر من زرنگ‌تر از این حرفا بود. برادر شوهرم چیکار کرد؟ حالا یه برنامه‌ای هست به اسم ایرانسل من که اگه شما شماره‌تون یا شماره هر کسی رو اونجا بزنی، اسم مشخصات سند سیم کارت برات بالا میاد. این هم شماره منو اینجوری زده بود و بعد فهمیده بود که این خط مال منه. نمیدونید که اون روزی که بهم پیام داد و گفت من میدونم تو داشتی با هم چت میکردی، چه حسی بهم دست داد. از خجالت داشتم آب میشدم. به خودم گفتم این چه کاری بود که من انجام دادم. خیلی حس بدی بود. فکر کنید برادر شوهر من فهمیده بود که اون آدم منم. به خاطر همین من مجبور شدم واقعیت رو بهش بگم. گفتم والا داداش زنت بهم تو جمع اینو گفت، منم به خاطر اینکه بهم برخورد خواستم اینجوری تلافی کنم. برادر شوهرم اولش چیزی نگفت، ولی بعد گیر داد که حتما باید با من باشی وگرنه من آبروتو میبرم. میدونید من میترسیدم که آبرومو ببره به خدا، وگرنه من آدم این کارا نبودم. من 2 باره که باهاش اوکی میشم، هر دفعه هم به حسابم کلی پول میفرسته. به خدا من خیلی عذاب وجدان دارم. حتی وقتی شوهرم تو کمپ بود و معتاد بود من بهش خیانت نکردم، چه برسه به الان. من اومدم داستان زندگیمو به این کانال بگم تا یکم راهنمایی کنید. به نظرتون چیکار کنم تا دیگه برادر شوهرم سمتم نیاد، بعد اینکه آبروم هم نره؟ میشه راهنمایی کنید؟ ممنونم از اینکه به داستان امشب هم گوش دادید. خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. همشون رو میخونم.